سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ فیلم و انیمیشن‌های ترسناک همیشه جزو محتواهای پرطرفدار بوده و هست. برای ساخت انیمیشن تخصصهای زیادی لازمه، مثل نقاشی دیجیتال، انیمیشن سازی و تسلط به نرم افزارهای مختلف و کلی تخصص دیگه. ولی الان با هوش مصنوعی شما همه این امکانات رو در اختیار دارید و با چند تا کلیک بدون هیچ تجربه یا تخصصی میتونید یک انیمیشن فوق حرفه‌ای بسازید. امروز میخوام بهت یاد بدم چطوری خیلی سریع و آسون و رایگان انیمیشن ترسناک به سبک خودت بسازی و ازش پول در بیاری. لایک و سابسکرایب رو بزن که بریم سراغ آموزش. و این انیمیشنی که من ساختم رو تماشا کن تا بعدش مراحل کار رو بهت بگم. ساعت 3 صبح بود. گوشیش زنگ خورد. شماره خودش بود. جواب داد. صدای نفس نفس زدن اومد. گفت از خونه برو بیرون، من هنوز اونجام. گوشی افتاد. برگشت سمت آینه. خودش اونجا نبود، فقط یه سایه که لبخند میزد. در مرحله اول ما نیاز داریم به یک سناریو یا داستان میتونه واقعی یا تخیلی باشه. برای این از کوپایلوت استفاده کردم و ازش خواستم یک داستان کوتاه ترسناک فارسی وایرال برام بنویسه با صدای راوی. بعد بهش گفتم که بر اساس داستان‌ها پرامپت ها رو بهم بده و سبک تصاویر رو هم دارک هارور کارتون استایل و کریپی کیوت گذاشتم. در مرحله دوم بعد اینکه پرامپت ها رو بهم داد، تصاویرم رو داخل خود کوپایلوت ساختم. اگه میخواین تصاویر عمودی بسازین حتما آخر هر پرامپت بنویسید 916 و برای تصاویر افقی برعکس باید باشه. کوپایلوت یه مشکلی که داره وقتی شما تصویر رو به ویدیو تبدیل میکنید و مثلا میخواین تو شورت یوتیوب استفاده کنید، بالا پایین تصویر سیاهه. برای اینکه به این مشکل برنخورم اول تصاویرم رو تو لئوناردو اکسترا میکنم و بعد ویدیوش رو جنریت میکنم. برای اکسترای عکس میام داخل سایت لئوناردو، قسمت کنواس. از این قسمت ابعاد رو میذارم روی 576 در 1024 و تصویرم رو داخل این کادر میارم و تنظیم میکنم دقیقاً در وسط کادر قرار بگیره. بعد در قسمت پرامپت مینویسم پورتری و جنریت رو میزنم. یکی از تصاویر رو انتخاب میکنم و اکسپت رو میزنم و بعد دانلودش میکنم. مرحله بعدی ساخت ویدیوه. برای ساخت ویدیو من از سایت پیکسورس استفاده میکنم. میتونید با چندین ایمیل اکانت بسازید و هر بار 90 تا کردیت بگیرید. روزانه هم 60 تا کردیت رایگان میده. یکی از تصاویر رو آپلود میکنم اینجا و پرامپتی که قبلا کوپایلوت بهم داده رو اینجا کپی میکنم. مدت ویدیو رو بذارید روی 5 ثانیه، کیفیت رو بذارید روی 1080 یا 720p و مدل رو میتونید بذارید روی 4.5 یا 5 که پیشنهاد میکنم برای سبک ترسناک از مدل 4.5 استفاده کنید و کامera رو بذارید روی اسموت پوشین که اون حس تعلیق و ترس رو القا کنه. اگه خواستید حرکات انیمیشن روون باشه از مدل 5 میتونید استفاده کنید. برای این سبک ویدیو نیاز داریم به یک راوی با صدای دلهره‌آور که اون حس ترس رو منتقل کنه. قطعاً صدای واقعی بهتره، ولی اگه امکاناتشو نداشتید مثل من برید داخل سایت گوگل ای آی استودیو، جنریت نیتیو اسپیچ رو بزنید، از قسمت مود سینگل اسپیک آدیو رو بزنید. تمپرچر رو من اینجا با توجه به صدا و لحن راوی گذاشتم روی 0.85. اینجا میتونید تنظیم کنید تا به صدایی که مد نظرتونه برسید و از وایس چارون استفاده کردم. این قسمت میتونم لحن خوندن رو تنظیم کنم، یعنی با هر لحنی که میخوایم بخونه اینجا باید بنویسید. و این قسمت هم متنی که توی کوپایلوت برام نوشته رو کپی میکنم و ران رو میزنم که صدا رو برام آماده کنه. الان تصاویر و صدام آماده است، نوبت به ادیت میرسه. برای ادیت من از پریمیر استفاده میکنم. ویدیوها و صدام رو میارم داخل محیط پریمیر و برای موزیک و افکت هم میتونید از سایت پیکسبی یا آدیو لایبرری خود یوتیوب استفاده کنید. زیرنویس هم حتما بذارید تو بازدید ویدیو، خیلی تاثیر داره. برای زیرنویس من از سایت وید استفاده میکنم که زبان فارسی رو هم پشتیبانی میکنه، ولی مشکلی که داره روی ویدیوها واترمارک میذاره. ولی من اینجا یه ترفندی بهتون یاد میدم که بتونید خیلی راحت واترمارک رو حذف کنید. داخل پریمیر یک صفحه سبز بذارید لایه اول که کل ویدیو رو پوشش بده. بعد یه خروجی بگیرید، میام داخل سایت وید و خروجی رو اینجا آپلود میکنم. بعد میام قسمت ساب تایتل و زبان رو میذارم روی پرشین و اوتو ساب تایتل رو میزنم. میام قسمت ادیت، اینجا میخوام به صورت کلمات پشت سر هم متن رو نمایش بده. مثلا میام آخر کلمه ساعت و یک اینتر میزنم و این کار رو تا آخر متن انجام میدم و کلمات رو جدا میکنم. جایی که نقطه داره رو حذف کنید. من برای این زیرنویس از فونت روبیک استفاده میکنم.
ضمناً میتونید هر جای خواستید رنگ زیرنویس رو تغییر بدید. بعد از اینکه کار تموم شد دان رو میزنم و ویدیو رو دانلود میکنم. ویدیو رو میارم داخل پریمیر، قسمت صداش رو حذف میکنم و میذارمش بالاترین لایه. همینطور که میبینید یک واترمارک بزرگ روی ویدیو هست. برای حذف واترمارک از کراپ استفاده میکنم. و برای حذف صفحه سبز از یولترا کی استفاده میکنم. و در نهایت خروجی میگیرید و در کانالتون ازش استفاده میکنید. نمونه های این سبک انیمیشن تو یوتیوب فارسی خیلی کمه. شما میتونید جزو اولین نفراتی باشید که این محتوا رو بسازید و ازش به درآمد برسید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. هر سوالی داشتید در کامنت ها بپرسید، حتما میخونم و جواب میدم. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد، بدرود.